به نام خداوند بخشنده مهربان. با مبحث ECG لرنینگ بحث جانکشن دیستریتمی های جانکشن رو با همدیگه مرور میکنیم. خب همونطور که صحبت کردیم، اگر دیستریتمی محل اتفاقش در منطقه AB باشه به این دیستریتمی، یا منطقه جانکشن باشه به این دیستریتمی جانکشنال گفته میشه و منطقه ساطع شدن در حقیقت منطقه AV هست. اگر اختلال یا فایرینگ بیش از حد در عملکرد AV وجود داشته باشه، شما ریتم های زیر رو یا به این صورت میبینید که اگر محل ساطع شدن بیت شما که به عنوان بیت جانکشنال هست یا ریتم شما که به عنوان ریتم جانکشنال هست صورت بگیره، عموما به این صورت یا پی معکوس یا رتروگرید در حقیقت وقتی که از اینجا ساطع میشه دهلیز رو برعکس طی میکنه که به این طی مسیر یا تحریک دهلیز به صورت برعکس رتروگرید گفته میشه که در بیتی که شکل میگیره پی به صورت معکوس میشه. عموما پی آر کوتاه میشه چون مسیر نزدیک است و کیو آر اسی که شکل میگیره چون مسیر طبیعی بط رو طی میکنه. ریتم بیتی که به صورت کیو آر اس شکل میگیره بیت طبیعی هست. اگر از منطقه میانی گره ای بی ساطع بشه، در حقیقت چون تحریک دهلیز و بط همزمان میشن، پی در داخل کیو آر اس اصطلاحاً میگن بروید میشه یا هیدن میشه یا پنهان میشه که شما فقط کیو آر اس رو در EKG میبینید که کیو آر اسی میبینید که پی درش دیده نمیشه. و اگر منطقه پایینی گره ای وی باشه که به سمت باندل هیس میاد، شما ابتدا کیو آر اس رو میبینید و بعد از اون پی میبینید که به صورت برعکس یا رتروگرید هست. پس ما سه نوع ریتم جانکشنال در حقیقت داریم: پی معکوس قبل از کیو آر اس بدون وجود موج پی و پی معکوس بعد از کیو آر اس که بیشترین حالا شیوعی که ما میبینیم به این صورت است و بیشتر این ریتم در ذهن ما شکل گرفته. پس اگر از من یه بار دیگه مرور میکنیم، اگر منطقه بالایی گره شکل بگیره یا پی معکوس، اگر از منطقه میانی شکل بگیره پی بروید یا هیدن میشه در داخل کیو آر اس و اگر در داخل از منطقه پایینی ای بی باشه به صورت رتروگرید پی بعد از کیو آر اس شما میبینید. اتیولوژی که در مورد ریتم‌های جانکشنال وجود داره به صورت کلی این است که داروها اختلالاتی که موجب میشن تحریک از منطقه ایوی صورت بگیره، مثل خود محرک ها، مثل استراب، مثل اگزرسایز یا مثلا دستگاهی هایی که در منطقه ایوی صورت میگیره، میتونه باعث دیستریتمی جانکشنال بشه. اولین دیستریتمی که در دیستریتمی جانکشنال در مورد صحبت میکنیم پریمچور جانکشنال کانترکشن یا PJC هستش. خب ببینیم چه مشخصاتی داره. گفته که در ECG که شما میبینید، حالا این استریپی که اینجا گرفته شده، اگر از اینجا ببینیم PQRST طبیعی هست. اگر طبق همون 6 قدم هم تفسیرش بکنیم برمیخوریم به یه بیتی که به صورت زودرس اومده مثل PAC. P درش الان در این ریتم وجود نداره و در حقیقت بعد از اون یه وقفه ایجاد شده، دقیقا شبیه PAC هست، منتها در PJC شما P به صورت جانکشنال هست، یا میتونه قبلش به صورت منفی باشه یا داخلش بروید یا پنهان شده باشه یا بعدش به صورت معکوس اتفاق افتاده باشه. حالا طبق این چیزی که به صورت الگوریتم اینجا کشیده شده اینه که کمپلکس کیارسی که زودرس میاد اگر موج پی داشته باشه، در حقیقت اگر موج پیش مثبت باشه به عنوان PAC شناخته میشه، اگر موج پیش منفی باشه به عنوان PJC شناخته میشه. اگر موج پی وجود نداشته باشه، اگر کمپلکسی کیارسش پهن نباشه PJC و اگر کمپلکسی کیارسش پهن باشه به عنوان PVC شناخته میشه. در حقیقت افتراقی که بین PJC، PVC و PAC وجود داره که اولین مشخصشون خود کیارس هست که نرو هست یا پهن هست و وجود موج پی. اگر شما به یه ریتم نگاه بکنید که برادیکارد هست
و در حقیقت 40 تا 60 تا ریت داره. در اون ریتمی که میبینید به عنوان یا پی نداره یا پی معکوس قبلشه یا بعدش به صورت رتروگرید هست، این ریتم به عنوان ریتم جانکشنال یا ریتم فرار جانکشن شناخته میشه. پس ریتمی هست که رگولار هست، ریتش بین 40 تا 60 تا هست، پیوی عموما درش دیده نمیشه، یا اینورت هست یا به صورت بروید درش هست یا رتروگرید هست و اتفاق دیگه درش نمیبینید. به این ریتم جانکشنال گفته میشه. اگر همین ریتم رو ما ببینیم ولی ریتش کمتر از 40 تا باشه، ریتم رگولار هست، باز پی وی وجود نداره یا به صورت حالا بروید یا رتروگرید هست و پیار اینتروال که بستگی به خودت پیتون داره که عموما اگر وجود داشته باشه کوتاه هست، ولی ریت کمتر از 40 تا باشه دقیقا شبیه ریتم جانکشنال، ولی ریت پایین تر از 40 تا باشه به این ریتم جانکشنال برادیکاردیا یا برادیکاردی جانکشن یا پیوند برادیکاردی پیوندگاهی گفته میشه. خب امیدوارم روز خوبی داشته باشید. بقیه مباحث رو در محتوای بعدی ادامه میدیم.